چنل یوتیوب ما استدی این جرمنی همراه با من سعید خدای ساده. چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین تا ما از مشکلاتی که دارین و آگاه شیم و بتانیم به اساس اون مشکلاتون یا ویدیو درست کنیم یا هم معلومات را به صورت کامل در واتساپ یا شماره تماس اینا مثلا توضیحات شده. امروز میخوایم درباره آمار و تاریخ ویزاهای بشردوستان استرالیا صحبت کنیم یا معلومات دقیق را براتون ارائه کنیم. تمام معلوماتی که ما ارائه میکنیم به اساس منابع رسمی است و دوستان عزیز خیلی زیاد متوجه باشن و بتونن از این استفاده درستن ببرن. دوستان عزیز بیایم در اول در قسمت گزینه‌های ثبت نامشان که من براتون توضیحات بدم، بعد میریم به قسمت‌های دیگه. اول اینکه بیشتر دوستا از من میپرسن که این برنامه باز است یا نیست، چه قسمت. در قسمت Special Humanitarian Visa Program یا SHP ببینه سایت رسمی Australian Government Department of Home Affairs، وزارت داخلی دولت استرالیا، Immigration and Citizenship، درباره مهاجرت و Citizenship یا ساکن بودن اونجا Citizenship. در این قسمت ببین در قسمت اپلای، در قسمت اپلای یعنی درخواست ویزا بتیم باشن برای کدوم بخش؟ گلوبال اسپیشال هیومنیتری ویزا سب کلاس 2002. بعد اینجا درخواست روی درخواستش کلیک میکنیم. اگر سایت ما باز باشه میرم در قسمت اپلای و ما میتونیم اینجا درخواست خود ثبت کنیم. در این قسمت میبینین اینجا میاد در قسمت اپلای این توضیحات بعدیش است که شما چه قسم قیمت ها و تمام ویزا و اینا شدن. ما میریم در قسمت اپلای، بعد بالای اپلای کلیک میکنیم. زمانی که کلیک میکنیم سایتش باز میشه برای ثبت نام. اول بر شما گفتن شما برین یک ایمی اکانت بسازین. قسمت کریت ایمی اکانت میرین ایمی اکانت رو تشکیل میدین که ما در یک ویدیو جداگانه در یوتیوب براتون توضیحات دادم که بیننده باشین، ان استفاده درست از اون میتونین که ببرین. و این شد پس سایت ایمی اکانت یا ویزای بشردوستان استرالیا باز است، یعنی بسته نیست. بعد ببین در قسمت بعدی ما در قسمت بعدی قسمت هیومنیتری ویزا برای افغانستان برای افغانستان و قسمت های مهمه، چون خیلی زیاده من فقط قسمت های مهمه براتون توضیحاتش میدم. قسمت اولی که براتون میخوایم توضیح بدم دوستان ما که در داخل ایران هستن، اینا بیشتر هم توضیح دارم. ما پاسپورت نداریم یا کدام مدرک چی نداریم، چه قسم مثلا پروسه انتقال نمیشه. ببین به اساس منبع رسمی که گفتم مجوزهای خروج از ایران و کارت‌های IMIC استرالیا، اگر شما گذرنامه معتبر دارین و ویزای کوتاه مدت ایران ندارین، شما برای خروج ایران نیاز به مجوز خروج ندارین. پس شما میتونین با اون گذرنامه معتبرتان خارج. اگر ندارین چیکار میکنن دولت استرالیا؟ برای شما کارت های IMIC صادر میکنن تا از ایران بتونین خروج کنین، همون کارت خروج یا مجوز خروج از ایران. پس دوستای عزیز بدون گذرنامه معتبر هم میتونن شما از ایران خارج شن. به اساس مشکلاتی که فعلا رخ داده یک کم صدورش مشکل شده، ولی دولت استرالیا در پی از این است که این راه را درست کنن. پس بند نشده، فعلا هم وجود داره. در قسمت بیشتر دوستایی که در ایران هستی تشویش دارن این موضوع را براشون توضیح دادم. بعد بریم در قسمت بعدیش که دوستای عزیز در قسمت اینا بود، در قسمت ثبت نام، و قسمت بعدی ما در قسمت ازی که تمام ثبت نام هزینه به بعد به تبدیل به صورت آنلاین شده، یعنی قسمت پستی کلا از بین رفته. من فقط قسمتی که مهم است در قسمت پستی اینو براتون میارم، ترجمهش می‌کنم شما از این اطلاع آگاه شین. پس ببین دوستای عزیز من در این قسمت میایم که شما کلا متوجه از 29 نوامبر سال 2025 برای درخواست ویزای بشردوستان استرالیا شما باید از طریق ایمی اکانت درخواست بدید. تمام درخواست‌های کاغذی یا ایمیلی را دیگر قابل پردازش نیست. پس سفارت‌های استرالیا در کشور اردن دیگر نمیپذیرند که شما به صورت کاغذی پست کنید یا هم بهشون ایمیل بزنید. پس تنها راهی است اقدام از طریق ایمی اکانت است. پس دوستای عزیز متوجه باشین که از این تمام درخواست‌هایتان
از طریق می اکانت صادر کنین، چی شما معرف داشته باشین، چی نداشته باشین، چی از لحاظ سازمانی باشن، تمامش اونجا ثبت شده که من روی یک ویدیوهای من براتون توضیحش دادم. شما میتونید روی زوم ببینید. و در قسمت بعدی از این که چقدر ویزا مانده و دوستای بیشتر تشویش دارین که های تعداد ویزاها فعلا مانده یا نه، من اینو براتون یک توضیحاتشو بدم، بعد از او باز میریم در قسمت بعدی. همینطور ویزا پروگرام بیم در این قسمت من فقط قسمت های مهمش رو براتون ترجمه میکنم، چون دوستای بیشتر که انگلیسی بلد نیستن اونا هم آگاه باشن. بین در این قسمت ما براتون اینا ترجمه براتون بذارم. برنامه ویزای بشر دولت آسترالیا 26500 تا ویزای اختصاصی برای مهاجرت افغان‌ها با سوریا تحت برنامه بشردوستانه تا سال 2026 اختصاص داده. پس فعلا هم اینا فعال هستن، شما میتونید که از اینا استفاده کنید از این برنامه و تا سال 2026 فعلا فعاله. بعد اگر تمدید کنم توسط خود دولت استرالیا رسمی اعلام میشه که تمدید میشن، یا هم کلا اگر قطع کنن رسمی اعلام میکنه که ما دیگه برنامه‌اش قطع کردیم. پس این آمارهایی هستن که خود دولت استرالیا وزارت خارجهشون رو پخش کرده. پس دوستای عزیز متوجه باشین، دیگر گزینه پستی نکنین و دیگر موضوعاتی رو که معلومات نداره انشالله از طریق چنل یوتیوب ما و شما حتما ویدیوهاشو میگذاریم. پس دوستای عزیز حتما چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین اگر مشکل دارین، تمام موضوعاتی که شما مشکل دارین آگاه شیم و بتونیم وضو پاسخگو باشیم. بازم چیز مشکل داشتین ما خدمت شما هستم. وقت شما خوش، خداحافظ، ناصر شما.